امشب در این ویدیو قرار است خوشمزه ترین برگر را در یکی از رستوران های شهر نو امتحان کنید. نه خیر، امشب در این ویدیو قرار است خوشمزه ترین پیزا را در یکی از رستوران های شهر نو امتحان کنید. بالاخره همراه یوسف جان به این تفاهم رسیدیم که هم قرار گذاشتیم خوشمزه ترین برگر و پیزا را نوش جان کنیم. آماده هستیم بریم؟ بله بریم با و در نمایندگی شهر نو رومال برگر آمدیم که بهترین برگرهای بریم ببینیم کدام برگرهای خوشمزه را دارد. 20 minutes later. در کل خوب بود دیگه. چپس شوکی بود، ترکاری شنیما اوکی بود، نمک کم داشت دیگه. در کل خوب بود، یعنی نمره مازی 70 برش میتم. و پیش رستوران کفتریا هستیم به خاطر تست پیزا آمدیم و دیگه یوسف جان هم صبرش رو به پایینی رفته رایسته دیگه. بجای پیزا بریم که ما را نخوره، بریم با هم ببینیم تست از پیزایش و مزیش بچشیم. ما داخل دروازه عمومیش وارد شدیم و ما را گفتن فامیلی هستیم. ما گفتیم نه، باز گفتن بریم به طرف کافی شاپش که اینجا از کافی شاپش هست یک ایتالی دارد. سالار صدا بزنده زیادت از این چیز نداره؟ زنگ نمیدی بیایی؟ نه خیر. یوسف بخیر پیزا آورد. یوسف آورد بخیر. آورد بخیر. خیلی بیقرار بودیم، خوب شد میلا آورد برای دل ما کم آورد. یک پارچه از پیزای ما ماندن، خودتان میفهمید دیگه. آخری که از بقیه مال خورده میشه. بفرمایید. مهربانی